فارس علاوه بر دو حکومت هخامنشیان و ساسانیان که از نسل پاسارگادیان هستند تونستند تشکیل بدن و مهمتر از همه اشکانیان هستند که به ندرت اونها پرداخته شده که اشکانیان از قوم پارت هستند که پارت‌ها شاخه‌ای از قوم فارس هستند. پارت‌ها و پارس‌ها شیوه و زندگی یکسانی داشتند و مهمترین اسب سواران زمان خود بودند. به همین دلیل اعراب پس از فتح ایران به بهترین سواران و چابک سواران فارس می‌گفتند و منابعی چون فارسنامه‌های بلخی و ناصری و تاریخ کامل ابن اسیر و غیره پارت‌ها رو شاخه‌ای از قوم فارس می‌دونند و نیز مهرداد اول یا اشک اول در کتیبه‌های اشکانی پهلوانی خودش رو از نسل اردشیر هخامنشی میدونه و پس از غلبه بر سلوکیان خودش رو خونخواه و منتقم هخامنشیان نامید و اینکه پارتا ساتراپ فارس یا هخامنشیان بودند که اشکانیان نخستین حکومت پادشاهی مشروطه یا پارلمانی رو در کل تاریخ بشریت بنیانگذاری کردند و برای هر منطقه وزیر یا نخست وزیر فارسی یا پارتی به جای شاه محلی یا همون شاهان و فرمانروایان و قوانین محلی برگزیدند. پارتا 7 خاندان داشتند که از جمله آنها کارن در نهاوند، همدان و نیشابور و خراسان، مهران در سمنان و اصفهان، اسفندیار در ری، تهران، فارس کنونی، شیراز و کازرون و غیره، زیک و برزای یا وزیران که وزیران برگرفته از زیک و برزای، آذربایجان، ارمنستان و ماد و کردستان در حوزه نفوذی خودشون داشتن، اسپهبد یا سپهبد در تبرستان و گرگان و مناطق شمالی، سورن که در سیستان بودند و شغل موروثی خاندان سورن تاجگذاری و پادشاهی بود که یعقوب لیث صفاری از همین قوم برخاست.